سلام خدمت همراهان پیج استراتژی با ماهان. میریم سراغ آموزش ایردراپ گرس. همونطوری که قبلا بهتون گفته بودم این ایردراپ استیج یکش تموم شد. توی استیج یک ایردراپ های خیلی مقادیر خوبی داد. کسایی که خیلی کم هم حتی اومده بودن و ثبت نام کرده بودن هلوش $50 رو گرفتن. حتی خیلی کمی که میگم یا حداقل مثلا باید یک ماه رو میزدن. روی اون لینکی که توی تلگرام براتون فرستادم وقتی کلیک میکنید وارد این صفحه میشید که رجیستر کنید. مثل همه سایت های دیگه ایمیلتون رو وارد میکنید توی این قسمت. توی قسمت پایین یوزرنیم رو وارد میکنید. این قسمت پسورد و کانفرم پسوردتون رو وارد میکنید. پسورد هم که مثل بقیه سایت ها باید حروف کوچیک بزرگ داشته باشه و عدد و فکر میکنم باید 8 کاراکتر هم بیشتر باشه. تو این قسمت ریفرال کد اگر طرف لینکی که من براتون فرستادم بیاره ریفرال کد من اینجا نوشته شده دیگه لازم نیست واردش کنید. ولی اگه ریفرال کد رو از طرف لینک نیاید و از خود سایت رو باز کنید اینجا ریفرال کد ندارید و بدون ریفرال کد نمیتونید ثبت نام کنید. اصلا رجیستر براتون باز نمیشه. بعد از اینکه خب من چون قبلا ثبت نام کردم بعد از اینکه میایم اینجا کد رو میزنیم وارد میشیم. شما وقتی وارد سایت میشید اول بهتون میگه که باید وریفای کنید. چون من ثبت نام کردم این الان نشون نمیده. میرید ایمیلتون رو وریفای میکنید و دوباره برمیگردید و اولین چیزی که بهتون نشون میده اینه که میگه باید ولت سولاناتون رو کانکت کنید. شما باید تو قسمت اکستنشن خود براوزرتون قسمت ویزیت کروم وب استور بیاید اینجا ولت سولفلر برای سولانا. شما ولت سولفلر رو سرچ میکنید و اینجا روش میزنید و اینجا گزینه اد تو کروم براتون بازه. الان چون من دارم گزینهش بسته است. اینجا گزینه اد تو کروم میزنید و نصب میشه و این قسمت توی اکستنشناتون سولفلر ولت میاد. برای من الان ریموو فرام کروم چون من نصبش کردم. بعد که نصب کردید و به حالا یا دفعه اول دارید نصب میکنید یا تو گوشیتون داشتید که مثلا با اون کدایی که داشتید بازیابی میکنید اینجا ولتتون رو میاد اینجا این قسمت go to rewards page رو میزنید. میره توی صفحه rewards و اینجا توی این قسمت بالا باید ولتتون رو کانکت کنید. کانکت ولت رو میزنید. اینجا سولفرر رو میزنید. این پایین وریفای رو میزنید و ولتتون باز میشه. من چون قبلا اینو جای دیگه این ولت رو ثبت کردم الان برام همین یه گزینه اپروو میاد و اینجا ارور میده. ولی یه دو سه بار باید همین جوری اپروو بزنید وریفای بزنید تا کامل ولت وصل شه. خب اینجا که بعد از اینکه ولتتون وصل شد شما بیا حالا این خود سایت رو بهتون نشون بدم. این سایت ایردراپ گرس چیز خیلی خاصی هم نداره. شما برای اینکه راه اندازی کنید باید به قسمت استور ایردراپ گرس رو دو نوع میتونید شما استفاده کنید. هم به صورت اکستنشن مثل همون ولت سولانا هم به صورت یک اپلیکیشن. به صورت اکستنشن اگه بخوایم استفاده کنیم 1 برابر به ما ایردراپ میده. یعنی اون امتیازی که در روز میگیریم 1 برابره. ولی اگر اپلیکیشنش رو روی کامپیوتر یا لپتاپمون نصب کنیم 2 برابر، این بالا هم نوشته 2 برابر بهمون میده. و برای کسایی که میخوان رو موبایل استفاده کنن فقط میتونن از اکستنشنش استفاده کنن. ولی کسایی که روی کامپیوترن هر دو گزینه رو دارن. ولی خب گزینه بهتر اپلیکیشنش که ضرب در 2 بهتون میده. حالا من اول اکستنشن رو بهتون میگم که برای کسایی که موبایل استفاده میکنن فقط روی این گزینه که میزنی دوباره میره توی این قسمت و چون من قبلا نصبش کردم اینجا هست. این گرس لایت نود رو میزنیم روش. اینجا باید ساینین کنیم. اینجا چون من ساینین کردم الان نشون نمیده. وقتی ساینین کردیم اینجا همون ایمیل و پسوردی که ابتدای سایت دادیم و اینجا میدیم وارد میشیم. اینجا به صورت دیسکانکت این شکلی نشون میده و وقتی
شما این کانکت گرس رو میزنید نصب میشه و حالا الان احتمالاً به خاطر وی پی ان من، چون وی پی ان وصله، این الان داره اینجوری نشون میده. بعد اینجا یک درصدی مینویسه 75% 80% و این قسمتی که صورتیه با سبز باشه که در حال کار کردن باشه. این به صورت اکستنشنش و وقتی که اون وصل باشه کانکت باشه، اینجا هم توی سایت مینویسه کانکتد. توی این قسمت داشبوردم روزانه میزانی که شما بهتون تعلق میگیره امتیاز رو اینجا نشون میده توی هر قسمت. حالا برای کسایی که میخوان از اپلیکیشن استفاده کنن، میاد این قسمت که توی استور که اومدید دانلود میزنید، این دانلود رو و میزنید که دانلود کنه. وقتی دانلود تمام شد، این گزینه ستاپ رو که ران میکنید اینجا نکست رو میزنید، I agree، آدرسی که میخواید نصب کنید رو میدید، نکست، شروع میکنه به نصب کردن، نکست و فینیش رو میزنید. فینیش رو که میزنید این اپلیکیشن میاد بالا. یعنی خیلی شبیه همون اکستنشنیه که توی خود کروم نصب کردیم، فقط تفاوتش اینه که این ضرب در 2 بهتون امتیاز میده. اینم دقیقا همون شکلیه، هیچ چیز خاصی نداره، فقط شما اینجا کانکت تو دیسکانکت تو دارید، وی پی ان قطع باشه این سبز میشه. حالا البته این نسبت به اینترنت من نمیدونم، شاید مثلا اینترنت های دیگه نوعای دیگه باشه، باید خودتون تست کنید، ولی فکر میکنم همه بدون وی پی ان راحت بتونن وصل شن. و اینجا کانکت الان دیگه شما باید بذارید کامپیوترتون روشن باشه، به اینترنت هم وصل باشه که بتونید امتیازهای هر روزشو بگیرید. دیگه چیز دیگه هم سایت نداره که من بخوام بهتون بگم. این قسمت داشبوردشه که چیز خاصی نداره. این قسمت ریواردشه که ولت هم بهتون گفتم نصب کنید. همین. تمام ایردراپ هایی که قرار ما بهتون آموزش بدیم به صورت اکثرا به صورت همین اکستنشنه و تک و توک. حالا یه سریا هم به صورت این برنامه‌ای که دیگه اکستنشن نیست، فقط برنامه است. خیلی فکر کنم 1-2 تاش اینجوریه فعلا، حالا تا بعدها شاید مدل‌های دیگه بیاد. خب این آموزش گرس بود. اگه باز سوالی بود حتما توی دایرکت اینستاگرام بهم پیام بدید که اگه نیازی باشه راجع به چیزی من یا سوالاتتون رو به صورت تو تلگرام جواب بدم، یا اگه دیگه باز چیزی مشکل بود یه ویدیو کلیپ دوباره بسازم. بچه هایی که رو کامپیوترن که همه چی توضیح داده شد. بچه هایی که رو گوشی هن نیاز به یک اپلیکیشن دارن. اون اپلیکیشن رو من دوباره فیلمش رو بعدا میسازم، یعنی همون چند روز آینده فیلم اون اپلیکیشن و اینکه چجوری این اکستنشن ها رو توشون ران کنیم و میسازن. خیلی سخت نیست، تقریبا همه چی اینجا گفته شده، فقط اون اپلیکیشن رو باید بگیم که چجوری باید باشین کار انجام بدید. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.